همین کسایی که مثلا میگن جنجال میکنه دلیل عقلی از اونها قرآن میگه والا من میرم پیش فلانی شخص، این شخص برای من واسطه میشه یا وسیله میشه، مرا به الله نزدیک میکنه. برش میگه چرا مستقیما از الله نمیخوای؟ سکن خوب فرمولا رو گوش بگیرید. چرا مستقیما از الله نمیخوای؟ این قسم میری بازو تو اول پیش این شخص میری باز میگه ای دوست خدا مرا به الله نزدیک کن، ای دوست خدا دعای مرا برای زو بر، ای دوست خدا شد برات میگه برادر من روی سیاه هستم، شرمنده هستم، گناهگار هستم، بدبخت هستم، الله گپ مرا قبول نمیکنه. خب این دوست الله که تو پیشش رفتی این قبول میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه در عقیده‌اش است که دوست الله از الله کده مهربانتر است و گناه مسائل نمیکنه. متوجه شدی؟ این از او که مهربانتر است، این گناه مرا سهل نمیکنه، بدیهای مرا سهل نمیکنه، خریبایی‌های مرا سهل نمیکنه. وقتی که با این تمام خرابی‌ها پیش ازی برم این گپای ما به خدا آن. اما اگر مستقیم برم الله میگه برو مت را قبول ندارم. سکن دیگه چقدر خطرناک است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. برادرای عزیز، موضوع درس امروز ما و شما درباره توکل است و خود توکل که است این علما چی میگن؟ میگن راجع ساختن کاری به کسی از نگاه قلبی در لغت که یک چیزی را قلباً به کسی توکل میکنی و در اصطلاح علمای عقیده این یک تعریف خاصی کردن که این هم اجتهاد علما هست. یعنی وقتی که من میگم تعریف علما یعنی یک عالم یک اجتهاد کرده، میشه عالم دیگه اجتهاد دیگه داشته باشه، لکن او از فحوای قرآن عظیم الشان و سنت رسول الله صلی الله علیه و آله اینمی کلمات فهمیده و برای ما و شما یک تعریفی داده. تعریفش مرا خوش آمد، از این خاطر من می تعریفه در کتاب خود، در کتاب عقیده در قرآن سنت گرفتم. این عالم چی میگه؟ میگه هو صدق و تفویض الامر الی الله تعالی اعتمادا علیه و ثقتا به. چی معنا؟ میگه تفویض نمودن یک کار برای الله سبحانه و تعالی، صحیح شد نه؟ با صداقت که واقعا تو تصدیق بکنی که من اینی کار خدا به الله تفویض میکنم و بالای الله اعتماد دارم و ثقتا بهی و در این کار بسیار موثق باشی. مثلا یک کار است برای تو میخوای یک کار بکنی، سعی کن من براتون به خاطر که ساده تر شه و بعضی تعریفات یک ذره سخت میباشه. مثلا برات یک مشکل پیدا شد، میگی من در اینمی مشکل خود اینمی مشکل تفویض میکنم به الله. صحیح شد نه؟ که به الله هی تفویض میکنم، الله این مشکل رفع بکنه. ام اعتماد میکنی، ام اعتمادت موثق است و هم یقین داری به این نقطه. و دیگه مسئله چی هست؟ مع ما شرع و به همراه آن چیزی که مشروع شده و مباح شده من الاسباب. سعی کن اینجا یک نقطه بسیار دقیق است. نقطه بسیار دقیق است. او چی هست؟ که در این تعریف میگه که توکل میکنی در یک کار لکن مع ما شرع و اباح من الاسباب یا شرع و ابیح من الاسباب، یعنی به امرای چی؟ به امرای گرفتن اسباب مشروع و مباح. پس توکل در تعریفش و در شرطش اینمی هست لتحصیل المنافع و دفع المضار، تا که منفعت ها بر تو جلب شود و مضرات ها از پیش تو بره. پس در این تعریف شرایطی برای توکل چی رو میگیم؟ که انسان مؤمن اول در توکل نقطه اول شرط توکل چی است؟ که تو شرط اولش چی است؟ که انسان مؤمن عقیده داشته باشد که مالک متصرف در کائنات الله هست. کسی که به کفترهای شاد شمشیره ایمان داره که متصرف است به او توکل میکنه. کسی به یک صاحب قبر داره به او توکل میکنه. کسی به یک شخص داره به او توکل میکنه. اما شرط اول توکلی است که عقیده داشته باشی که مالک متصرف الله است.
پس این عقیده تو منجر میشه به چی؟ به توکل به الله. همیشه سر هر کسی که عقیده داشتی با مو چی میکنی؟ توکل میکنی. این یکی. به این خاطر پس توکل به الله که عقیده داشته باشی اون مالک است. مالک دنیا الله هست، مالک من الله هست، مالک از او الله هست، پس کار من بند از پیش از او. مالک متصرف که او را میتونه از این نظرش، از فکرش، از عقیدهش تغییر بده کی است؟ الله هست. قلب از او در تصرف کی است؟ الله هست. پس اینمی عقیده را که داشتی، پس میگی پروردگارا یک مشکل دارم پیش حاجی بریاله، حاجی بریاله قلبش تو نرم بگردم. من یک چند پا کار دارم، پروردگارا تو قلب کوثر صاحب نرم بساز که برای من یک چند روپیه قرض بده. فار اگزامپل، یعنی مثال خدا احتیاج ما نکنه کسی. صحیح است؟ اینال به این شکل پس قلب ما و قلب استاد کوثر و قلب حاجی بریاله و قلب دیگه کلگی به تصرف مالکش کی است؟ الله هست. متصرفش کی است؟ الله هست. کی میتونه این قلبا را تغییر بده از یک حالت به حالت دیگه؟ الله میتونه. پس وقتی که این عقیده را داشتیم توکل به کی میکنیم؟ به استاد کوثر، حاجی بریاله یا به الله؟ به الله میکنیم. از این خاطر این شرط اول چی است؟ شرط اول متوکلین و علی الله فلیتوکل المتوکلون. صحیح؟ شرط اولش است که تو به مالک بودن و متصرف بودن الله. از این خاطر مشکلی که در بین کسایی که به غیر الله توکل میکنن که یا مالک متصرف الله را عقیده نمیکنن، در زبانت حمد گویا، بر دلت پیدا صنم، ای به باطن کافر و ظاهر مسلمانی چی سود. بسیاری کساست نمی دستش تسبیح است، اما تو چی که تو قسم میکنه. یک روز یک کسی است برای ما چی قسم است؟ ما یک قسم عادت داریم، یگان دفعه چون ما رفتم بیاد کردم بسیار ببخشی یا سم برو ذکر الله را بکن، فکر ذکر تو به الله بگو، اونجا بشی تو سبب مر الابته بارگی ما بریم یگان اون طرف سعی کنم یا خیسای که ما گپ بزن این تو پک دانت بان این چه قسم است که دانت فرفر میکنه و فکرت به گپای ما هست. دستش تسبیح است و برام ما با گپ زدم میگم گفتم چه قسم است من نمیفهمم. اگر کسی ذکر میکنه ذکر او است که وقتی که میگی سبحان الله متخیل سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله پاک است الله والحمد لله و حمد ثنا و صفات مخصوص الله است و لا اله و نیست هیچ کسی که ذاتش عبادت شود و قانونش تطبیق شود الا الله. اینا با قلبت داری دیگه. وقتی که با قلب دیگه باشه عظمت خالق در قلبت باشه و قسم که در زبانت است، پس تو جرأت پیدا نمیکنی که ما گپ بزنی یا به گپای ما گوش میگیری. میریم که گوشه میشین من میگم استاد تو یک دقیقه چوب بشی که من یک 5 دقیقه با الله اینجا ذکر میکنی. اما ای که ذکر میکنی این بعضی اوقاتی قسمش. از این خاطر کسایی که مشکلشون نمی هست که توکل به غیر الله میکنه، به عوض ازی که در خوانش قرآن است و نزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین، عوضی که شفا و رحمت از قرآن با توکل به الله بخواه، از این موتر میگیرم میرم صاحب غزنی، میرم صاحب مزار، میرم صاحب شپول بابا، میرم صاحب فلانی بابا. پس معلوم چی شد که ای بد مالک بودن و متصرف بودن الله سم انوز عقیده نکرده. به خاطر چی؟ به خاطر ازی که اگر پرسانش کنید صحیح 40 سال ملایی کرده، اما اگر برش 40 ساعت درس عقیده خواندی مشکلی است. 40 ساعت نخوانده. از این خاطر مشکل کسایی که قرآن نمیخوانن، سنت نمیخوانن، همیشه از قصه‌هایشان میفهمی. 2 ساعت کتش قصه کو یک دفعه نمیگه الله تو گفت، نمیگه که رسول الله تو گفت، والا فلانی شیخ تو گفت، بیتار تو گفت، عطار تو گفت، نابغه تو گفت، زبیانی تو گفت، فلانی تو گفت، فلانی تو گفت. یک روز یک مجلس شدم یک نفر میگه که ماچم مارکس تو گفت، که لنین تو گفت، که فلانی تو گفت، فلانی تو گفت. یک دفعه نگفتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم این تو گفت. از صحیح بخاری چی بدیدی؟ این حال پس شرط اول در چی است؟ در توکل که به مالک بودن و متصرف بودن الله در کائنات عقیده داشته باشه. کی میتونه یافتاب کنترل بکنه؟ کی میتونه کی محتاب کنترل میکنه؟ کی رو تغییر میده؟ کی رو باقی میمونه؟ خالق متعال است. این شرط اول. شرط دومش به الله سبحانه و تعالی اعتماد موثق داشته باشی. چی داشته باشی؟ اعتماد موثق داشته باشی. اعتماد موثق چی معنی؟ یعنی اعتماد داشته باشی که
از الله که هیچ کس برای من نزدیک نیست و هیچ کس قریب نیست و هیچ کس مهربان نیست، نه مادرم، نه پدرم، نه پیغمبر، نه ولی، نه نبی، نه آدم علیه السلام، نه محمد صلی الله علیه و سلم، نه جبریل، نه میکائیل. اینا کلشان مخلوقات هستند. کسی که برای من مهربان هست الله. از این خاطر سر زو توکل میکنم. همین کسایی که مثلا میگن جنجال میکنه، دلیل عقلی از اونها، اونها میگه والا من میرم پیش فلانی شخص، این شخص برای من واسطه میشه یا وسیله میشه، مرا به الله نزدیک میکنه. برش میگه چرا مستقیما از الله نمیخوای؟ سکن خوب فرمولا رو گوش بگیرید. چرا مستقیما از الله نمیخوای؟ این قسم میری بازو تو اول پیش این شخص میری باز میگه ای دوست خدا مرا به الله نزدیک کن، ای دوست خدا دعای مرا برای زوبر، ای دوست خدا شد. برات میگه برادر من روی سیاه هستم، شرمنده هستم، گناهگار هستم، بدبخت هستم. الله گپ مرا قبول نمیکنه. خب این دوست الله که تو پیشش رفتی این قبول میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه در عقیده‌اش است که دوست الله از الله کده مهربان‌تر است، اون گناه مسائل نمیکنه. متوجه شدی؟ این از او که مهربان‌تر است، این گناه مرا سهل نمیکنه، بدیهای مرا سهل نمیکنه، خریبایی‌های مرا سهل نمیکنه. وقتی که با این تمام خرابی‌ها پیش ازی برم، این گپای ما به خدا. اما اگر مستقیم برم الله میگه برو مطلق قبول ندارم. سکن دیگه چقدر خطرناک است. اما اگر کس عقیده داشته باشه یعنی از کلگی که مهربان کیست برای من؟ الله هست. الرحمن الرحیم دو صفت الله هست. الرحمن علم القرآن خلق الانسان، الرحمن الله هست. اما این صفت الرحمن نه جبریل داره، نه میکائیل داره، نه محمد صلی الله علیه و سلم داره، نه صحابه، هیچ کسی دیگه نداره. اینا در مسائل اعتقادی که است بسیاری وقتا تصمیمه که اعضای بدن میگیره به اساس عقیده انسان میگیره. وقتی من در عقیده خود دارم که هیچ کس به من از الله که مهربانتر نیست، پس من نیاز ندارم به کسی دیگه مراجعه بکنم. نصف شو میخیزم و او خالق متعال بر من در کتاب خود میگه مستقیما خطاب میکنه که اذا سألك عبادی عنی فانی قریب. وقتی که بنده های من در مورد من سوال کرد، من به بنده خود چی هستم؟ قریب، نزدیک هستم. اجیب و من اجابت میکنم. مجیب الله هست. مجیب الله هست، اجابت کننده دعا. اجیب و من اجابت میکنم دعوت الداعی اذا دعان. از این خاطر علما در تفسیر از این آیت چی میگن؟ میگن سعی کنین یک نقطه بسیار دقیقه، یک فرمول بسیار کوچک میگه سعی کنین. میگه در مسائل عملی که مربوط به فقه و گپا میشه به استاد نیاز داری بری پیش معلم و اون معلم بر تو این مسائل بفهمونه، اون لحظه بر تو تشریح کنه. از این خاطر وقتی که بر پیغمبر سوال میشد که و اسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی، و پیغمبر میگه تو برشان بگو و اسالونک عن ذی القرنین قل و اسالونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء و اسالونک عن النساء. درباره هر چی که سوال میشه در قرآن برای پیغمبر گفته میشه که قل بگو ای پیغمبر برشان. اما وقتی که گفته میشه که و اذا سألك عبادی عنی، وقتی که بنده های من در مورد من پرسان کرد، اینجا گفته نشده که قل تو برشان بگو ای پیغمبر، بلکه الله مستقیما بر بنده خود میگه که فانی قریب، من به بنده خود چی هستم؟ حتی در وقت دعا و مشکلات و اعتراض با پیغمبر نرو، بلکه مستقیما به الله رجوع بکن. دو وجه شو بخی که هیچ کس تو را نبینه، هیچ کس تو را نبینه و تنها باشی و پرده های خانه تان پایین باشه و برقام گل باشه و هیچ کس نبینه. برده خانه تایر 2 رکعت نماز بخوان و بگو پروردگارا من گناهگار هستم. از این خاطر است که میگن در آخر ثلث شب که هست میگن رب ذوالجلال میگه به آسمان دنیا پایین میشه و میگه بنده های من کی هست که بخواه که من اجابت بکنم؟ یعنی مستقیما الله میخواه که تو سوال بکنی و او اجابت بکنه، تو دعا بکنی و قبول بکنه، تو توبه بکنی او قبول بکنه. و این از رحمت الله سبحانه و تعالی است. اینی هست دومین شرطی که مردم باید توکل میکنن، این است که عبادت به الله سبحانه و تعالی اعتماد موثق داشته باشه. اما کسی که اعتماد موثق به الله نداره، او توکل به الله با مو چیز توکل میکنه که
به او چی داره؟ اعتماد موثق داره. سومی چی هستن؟ این عبادت قلبی، چون امی توکل کس این عبادت قلبی هست. این عبادت قلبی منجر به چی میشه؟ به عبادتهای عملی در زندگی روزانه میشه. در وقت مشکلات اینمی عبادت قلبی را کس درست بفهمه چی میکنه؟ در زندگی عملی خود تطبیق میکنه. و اگر این را نفهمید باز عملش خراب شده میشه. از این خاطر تاثیر این عبادت در قلب منجر میشه که قلب داره. ببینید یک قاعده هست، این هم باید خوب دقیق بفهمین ما و شما. شاید بعضی اوقات از طرف ساینسدانا و از طرف استادا و پروفسورها و از بعضی کسایی که تو قرآن نمیفهمن او تو سوال پیدا شده که والا بسیاری وقتا ما بسیاری مسائل که است این خود ما با فکر خود با مغز خود با این حل میکنیم. صحیح نه؟ در قرآن چرا همیشه گفته که قلوب 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 قلب من اتى الله بقلب سلیم؟ چرا قلب؟ فکر کنید اعضای بدن انسان مثل اعضای کابینه هستند. چی هستند؟ کابینه هستند. اینا کار میکنن. قوه اجرایی وجود شما هستند. دماغ که است این قوای مقننه هست، این تجزیه میکنه، تحلیل میکنه. مثلا بر تو میگه که تو چشمت کار کرد کتاب خواندی نماز 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 نماز، عقلت برات فهمید که نماز یک چیز خوب است. صحیح است؟ پس عقل و فکر و اندیشه این کار خود کرد که نماز چیز خوب است. آن قوی تصمیم گیرنده یا رئیس جمهور کی هست؟ قلب است. قلب این حال برات میگه بخوان یا نخوان. از این خاطر بسیاری کسا هست که از نگاه ایدئولوژی میفهمه که اسلام خوب دین است، لکن قلبش برش اجازه نمیده که تصدیق بکنه و به عمل بکنه. از این خاطر در قرآن چی میگه؟ الا من اتى الله بقلب سلیم. اگر رئیس جمهور خنثی بود کل ملتش چی است؟ خنثی هست. اگر رئیس جمهور هم تو آدم قوی بود مثل هارون الرشید، باز او رسه کس به طرف جرأت هم نمیکنه که چی کنه؟ سویش سیلام بکنه. پس قلب رئیس جمهور است. اگر قلب را از دست دادیم، از این خاطر محمد قطب در یک کتاب خود بسیار خوبش میگه وقتی که دشمن حمله کرد، یکی حصاری است که تو در خانه هستی، میگه در آمد در این خانه دشمن. صحیح نه؟ دوم حصار بدنت است، میگه سر بدنت هم اشغال کرد، دستایت بسته کرد، شخ برد تا در گوانتانامو. سومین حصاری که مسلمان داره قلبش است. چند حصار داریم؟ 3 حصار. یکی خانه، یکی بدن، یکی قلب. میگم مسلمان کوشش کو که قلبت از دست ندی. از این خاطر اگر قلبت از دست دادی باز از دایره ایمان چی میشی؟ بسیاری وقتا شده که مسلمان ها وطنش اشغال شده، بعضی وقتا شده که وطنش هم اشغال شده، خودش هم چی شده؟ دست و پایش بندی شده، لکن قلب خود از دست ندی. از این خاطر سعی کنین امی گپ محمد قطب 14 قرن قبل حضرت بلال رضی الله تعالی عنه در مقابل امیه ابن خلف میگن. امیه ابن خلف میگه پیش حضرت بلال بسته میکنه، سر شکمش یک سنگ میمونه و برش میگه تو غلام هستی، ما تو را خریدیم، با پیسه خریدیم، وزیر دستم هستی، تو در تصرف ما هستی. بلال حبشی برش میگه درست است، ما وجودم کلش در تصرف تو هست، تو خریدی، من غلامت هستم، دستم مشکری، پایم مشکری، لکن آنچه که در تصرف من از قلب من و ایره تو به دست گرفتن نمیتونی. هر قدر که فیصله میگه از این خاطر هر قدر که امیه سر بدن از این فشار میبرد به مو اندازه بلال حبشی چی میگفت؟ اوه احد 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 احد. میگه این قلب من است، من قلبم بر تو دادن نمیتونم، تو مالک متصرف قلب من الله. از این خاطر دشمن بعضی اوقات فکرتون باشه بعضی اوقات نفرای یونایتد استیت اساس کار میکنن با جنگ فکری که قلبت رو چی کنن؟ نه والا صاحب امریکایا باشه، خوب از خارجی ها باشه، ما باید کتشان پیمان امضا بکنیم. این صاحب زدی قلبت پنچر کردی. چی کردی؟ وقت قلب که پنچر شد رو کس پیمان نام کرده نمیدارن، خلاص کلامت خلاص. از این خاطر ایرام گرفت حصار آخری چی است؟ او رو باید در تصرفت داشته باشی. این حال کسی که قلبش با الله باشه، وقتی که قلب با الله بود اعضای بدن کسی است. از این خاطر بسیاری وقتا در مسائل اخلاقی متوجه باشین. وقتی که ما درس نظام اخلاقی اسلام میگیم، در مسائل اخلاقی چرا زبان ما غلط استعمال میشه؟ چرا مثلا غیبت تو را میکنم، مثلا دیدی که من غیبت تو را کردم، من بدگویی تو را کردم، من مثلا سر یک کس شخم زدم، سر یک کس، چرا علتش چی هست؟ ببین اگر قلب پاک باشه غیبت نمیکنه،
زبان میگه من ملامت نیستم، زبان میگه من ترجمان قلب هستم. زبان چی است؟ ترجمان قلب است. دست ترجمان قلب است، چشم ترجمان قلب است، اعضای بدن ترجمان قلب است. از این خاطر که اگر قلب سالم بود، مثلا قلبا یک کسی بدت نمیاد ولو که 20 غلطی داشته باشه براش عذر پیدا میکنی، خیر است، بچه است، سرش خام است، مشکلات نداره، یک گپ است، خیر. اما اگه قلبت مردار شد، یک آدمی که بسیار خوب آدم باشه، برای چی شروع میکنی؟ یک کسی خوشت میاد. ما بسیار دوستا رو تجربه کردیم. وقتی کتما بودم من خوشش آمدیم، خوب خوشش میام. ایبای ما خوبم دیدی هر روز برش خندی میگن، من مزاق یک روز نگفته استاد نکنیش خندی، نکن مزاق، نکن کار خرابه. چرا نمیگه؟ به خاطر ازی که من خوشش میام، تمام بدیهای من به نظر چی جلوه میکنن. خب حالا که یک روز یکی از گپا مختلف شدیم و مثلا منفعت‌های شخصی خراب شد، حالا ما بعدش میام، حالا صاحب تبلیغ من بعدش میاد، در عقیده من بعدش میاد، کارای من بعدش میاد، فلانی. چرا مشکل در کجا پیدا شد؟ از این خاطر چرا غیبت میکنیم؟ آدمی که غیبت میکنه قلب پاک نداره، قلبش چتل شده. باید قلب خدا چی کنه؟ پاک کنه. رشخند میزنه. اگه قلب پاک داشته باشه میگه والله صاحب مرا که خداوند خلق کرده، اگه میل مثل ازی مرا خلق میکرد من چی کردم میتونستم؟ مثلا من میل نابینا بودم، آره میتونستم نابینا خدا جور بکنم، من کر میبودم، آیا میتونستم خدا جور بکنم؟ کور میبودم، میتونستم، چشم نمیداشتم، بینی نمیداشتم، قواره نمیداشتم، میتونستم. اما وقتی که قلبت پاک بود میگه والله صاحب اون چیزی که میشه که اونمو با عزت باشه نسبت به من. از خاطر هیچ وقت سر زورش خند نمیده، پس وقت رشخندی میگیم. از این خاطر این خوب او رو باز میشه که ما شما در مسائل، اگه درس ما در مسائل اخلاقیات بود سر از زیادتر بحث بکنیم. سومی چیزی که شرط توکل است، چهارمیش که مالک اسباب و مسبب اسباب الله را بفهمیم. یعنی مالک تمام اسباب کی است؟ الله هست. و این اسباب کی خلق کرده؟ پس مالک مو هست، مسبب اسباب مو هست. اونم مالک بر ما چشم داده، اونم مالک. مثلا یک نفر میگه برادر عزیز در تقدیر ما رفته که ما باید نماز نخوانم. در تقدیر تو عقل نرفته، خب عقلم جز تقدیرت است. عقلت چی میگه؟ میگه بخور یا نمیخوام. عقل خود تقدیرت خود غیب است، خبر نداره، از عقلت خود خبر داری، پس عقلت برات میگه که نماز بخور. چشمت در تقدیرت نرفته، خیر خداوند برای چشم داده که از این کار بگی. این مالک اسباب و مسبب اسباب الله هست. از این خاطر انسانی که بفهمه که اینمی اسباب الله خلق کردن، از این خاطر پیش دکتر میریم به خاطر از اینکه سبب است. پیش دکتر میریم، لکن میگیم شفا به دست دکتر نیست. چون بعضی اوقات است یک نفر دوا نمیکنه، میگه والا صاحب من یک مرض بسیار خطرناک داشتم خوب شدم. یک نفرش پیش دکتر یک دفعه هم نرفته، الحمدلله یک دفعه خوانده سر قلبش جور شده. عقیده قوی داشته، به اون اندازه که بالا الحمدلله عقیده قوی داشته، اونم برش تاثیر کرده. به این خاطر دیگه چی است؟ حقیقت توکل بفهمه. پنجمی شرطش چی است که حقیقت چی رو بفهمین؟ توکل. حقیقت توکل چی هست که فرق بین توکل و تواکل بفهمین. یکی توکل است، یکی چی است؟ توکل. این حال کسایی که مسلکی هستن عقیده را درست میفهمن، فرق بین این دو اصطلاح را میفهمن. حالا بسیاری وقتا مثلا تو از فرمول آب گپ میزنی، یک کس دیگه از سودیم برات گپ میزنه، تو برش میگه او برادر تو سودیم که آب گپ نگو، سودیم دیگه فرمول خود داره یا بس خود دیگه داره، تو یوری چرا کدی زیاد آوردی؟ مس H2O گپ میزنم، تو از کربن دی اکساید گپ میزنی. اینا توکل دیگه چیز است. توکل در عقیده اگه هم این همت اصطلاحات خود داره. از این خاطر بسیاری کسایی که تو احساساتی برخورد میکنه اون نمیفهمه، به خاطر مسلکی نیست، نمیفهمه. اینا کلمه توکل و توکل علما، مفسرین، علمای عقیده، متخصصین اسلام، قرآن شناسا، حدیث شناسا، عقیده شناسا یا سر ازی بحث کرده. وقتی که من کتاباش دیدم، مثلا علامه شعراوی یک مفسر بسیار بزرگ از علمای مصر است، این سر ازی بحث کرده، دیگه علمای دیگه سر ازی صفحات از تفسیر نوشته کردن و فرق بین توکل و توکل گفتن. و عمر فاروق رضی الله عنه 14 قرن قبل فرق بین توکل و توکل بیان کرده. پس توکل چیست و توکل چیست؟ توکل این است که انسان اسباب دنیایی را بگیره و به الله توکل بکنه. دیقان زمینه زراعت بکنه، وقت به وقت آب بده، آنچه که
قانون زراعت است، سر زمین خود تطبیق بکنه، باز در حاصلاتش به الله توکل بکنه که خالق الله هست، روزی دهنده الله هست، به الله توکل بکنه. از این خاطر در حدیث شریف امام ترمذی از انس بن مالک رضی الله عنه روایت میکنه، میگه قال رجل یا رسول الله، میگه کس آمد پیش پیغمبر صلی الله علیه و سلم، بر پیغمبر صلی گفت که من همیشه طور خودم اما تو در پشت خانه ایلا بودم یا امو رسمانش در یک جای بسته بکنم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت که این صحابی گفت قال یا رسول الله اعقلها و اتوکل، آیا من ایران بسته کنم و توکل بکنم او اطلقها و اتوکل، یا مت علاج بودم و توکل بکنم؟ قال رسول الله صلی الله علیه و سلم اعقلها و توکل، شطور تا بسته کو و به الله چی کو؟ بسته بکن. یکی دیگه میگه عمر فاروق رضی الله عنه در بعد از وقت نماز نبود، رفت در مسجد که یک چند نفر شیشه آمد. عمر رضی الله عنه گفت شما چی میکنین؟ حالا وقت نماز پیشین است، نزدیک است، نزد شام، چی میکنین اینجا کلتان شین ساعت 2 بجه روز؟ یا برشان پرسان که گفتن که نحن المتوکلون، ما توکل میکنیم به خداوند در مورد این مسجد نانا میاره، عوام میاره، روزه میاره، قرار شیشه نمیشه، از صبح تا شام ذکر میکنیم. میگه عمر رضی الله عنه برشان گفت نحن المتوکلون علی الله و یاتینا رزقنا، قال بل انتم المتواکلون، گفت که شما چی هستین؟ متواکل هستین. ان السماء لا تمطر ذهبا ولا فضه، آسمان طلا و نقره نمیباره که تو باید بگیری بعد چیز کنی. شما متواکل هستید. پس متواکل کسی است که اسباب دنیایی را گرفته و به الله توکل میکنه، و متواکل کسی است که اسباب دنیایی را نمیگیره. از این خاطر علامه شعراوی در تفسیر خود یک قصه بسیار خوبش گفته بود، گفت که این مردمایی که متواکل هستند دروغگوی هستند. گفت مثلا قرار شیشه برش بخی برو کار کن، میگه کار نمیکنه. چرا کار نمیکنه؟ میگه والا ما به خداوند توکل کردیم. باز بر این نفر که یک غوری پلو بیاری متواکل شد، تو بگی بخو، بازی متواکل فوراً از دست خود کار میگیره. میگه اگه دروغگوی نمی بود باید دست خود کار نمیگرفت دیگه. قرار میشه برای اینجا میگه بیاره که دادانم. خب در قسمت اول ازی که وابتغوا الیه الوسیله، ما در قسمت اینمی آیت شریف یک سایت است به نام sultan.org. در بین sultan.org و یا المصحف.com اینی سایت ها هستن که در اینجا قرآن شریف با ترجمه تمام زبان هاست. یک دوست از روسیه آمده بود، یکی از دعوتگرای مسلمان الحمدلله که در روسیه تقریبا چند نفر گفت ما مسلمان ساختیم و در اون جمله خانمش هم توسط از هدایت شده و امرش باز عروسی کرده، ازدواج کرده، خانمش روسی بوده. او یک قرآن شریف روسی رو من برش پیدا کردم در sultan.org. اونجا باز تمام قرآن عظیم شان ترجمهش به تمام زبان ها است، انگلیسی، چینایی، فرانسوی، آلمانی. کس ضرورت می داشته باشه با sultan.org میرید. و یک خوبی دیگه داره، این در بخش ترجمهش است، در ترجمه قرآن است. بخش دیگه ایش کس در تفسیر کس مثلا آیات نشته میکنن که وابتغوا الیه الوسیله، باز برش میگن که کل تفاسیر کس که عربی یاد داشته باشه باز تمام تفاسیر میره. مثلا وابتغوا الیه الوسیله، امام قرطبی چی گفته، ابن کثیر چی گفته، سید قطب چی گفته، مثلا رازی چی گفته، ابن حیان چی گفته، علمای مثلا فلانی کل از اینا چی گفته. وقتی من تمامی تفاسیر سعی کردم که کل مفسرین حتی از مذاهب دیگه که غیر اهل سنت بودن گفتن که وسیله اعمال صالحه خود انسان است. مثلا شما در مکتب هستید، یادم پانتون در پانتون اگر باشین، وسیله شما چی هست برای کامیاب شدنتان؟ اول نمره شدن. وسیله تان درس خواندنتان است، چپتر گرفتن است، در صنف حاضر شدن است، حاضری دادن. این کل اعمال صالحه خودتان در ختم سمستر استاد ارزیابی میکنه. من استاد هستم، نشته میکنم در ساعت‌های درسی من کلش حاضر بود، بنابراین فیصدی حاضریش خوبش است، فیصدی روزانه‌اش خوب است، در صنف مشارکت میکرد، اخلاق خوب داشت، جنجال نمیکرد، مشکل نداشت، کتابچه داشت، قلم داشت، چپتر داشت، سوالایی که برش دادم جواب گفت، کار خانگی روزانه را داشت، سوالای خیلی. کل اعمال تو وسیله شد برای چی؟ مطرح نمره دادم 100% با آفرین. پس این وسیله شد. این وسیله میگه. واسطه چی رو میگه؟ که تو هیچ این کارا رو نکنی و بری یک استاد دیگر، یک رئیس، یک وزیر واسطه بری و بگی مرا اول نمره بساز. این شد وسیله در دنیا، این شد واسطه در دنیا. در آخرت عین گپ است. وسیله ای است که تو اعمال نیک میکنی، خوبی ها رو میکنی. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. کلش انجام دادی، ایمان آوردی، اعمال صالحه کردی، دعوت کردی، کارهای حق کردی،
بنابراین این وسیله تو شد برای نجات در روز قیامت و در روز قیامت اعمالت باز میشه. معی کجاست؟ صفحه ایمانت موحد است، یک تا پرست هستی، خلاص از این دروازه تیر میشی. معی در اعمال صالحه، ای عمل ایمان بدون سبون شعبتا 70 چند شاخه های ایمان کلش عمل کردی در دعوت دیگه با خلاص این وسیله تو بشه. و ابتغوا الیه الوسیله، یعنی به الله شما با ایمان و اعمال صالحه و دعوت شما چی کنید؟ وسیله بی. اینی وسایل شما شد. بعضی کسا این وسیله رو ترک میگن، واسطه میکنن، نماز نمیخواد، روزه نمیگیره، اونجا اذان میتاده، شاید میشه که الله اکبر حی علی الصلاه حی علی الفلاح. این صفت معشوقش جرابات پایش از سرخی سفیده و آرایش کدگی هست و ایدگاه مثلا بورجی غیرت دپالیش هست، قرار چی هست، شاید شمشیر جان وارد جنت ببره. پس او واسطه‌جویی هست، او چی هست؟ وسیله هست. پس فرق باید بفهمیم که وسیله مفسرین کرام وابتغوا الیه الوسیله را اعمال صالحه تفسیر کردن. سلام حضرت عمر گفت وقتی که سفر حج می‌رفتیم یادم وقت واقعش. خب اگر این والله حالا ما چیزی نمیفهم، لکن اگر احیانا یک روایتی که شما میگین درست باشه، طلب کردن دعا برای از انسان زنده که صلاحیتش داره، این کدام مشکل نداره. خود پیش مادرت میری بهش میگی مادر جان من امتحان دارم، برام دعا کن خدا کامیاب کنه. پدر جان برام دعا کن خدا منو کامیاب کنه. پیش استاد میگم استاد یک دعا کن، من شاگرد هستم و تو اخلاص دارم، میشه خداوند قبول بکنه. من پیش میام بچه‌م شما شاگردای من هستین، شما دوستای من هستین، برام من دعا بکنید خداوند مرا ببخشه. خلاص دعای شما در حق من و دعای من دعای مسلمان در حق مسلمان قبول میشه. هر کدام ما میتونیم دعا بکنیم. اما آنچه که مقدور ما نیست که من مردم دفتر اعمال ما چی شد؟ قید شد. اگر من زنده باشم در دنیا باشم، از این خاطر شهدا زنده هستن عند ربهم یرزقون. در کجا رزق میکنن؟ پیش پروردگارشون در عالم برزخ غیب. اما در عالم ما و شما زن شهید چی است؟ بیوه است. طفل شهید یتیم است. خود شهید از این خاطر ما و شما میگیم حضرت محمد صلی الله علیه و چند سالگی وفات کرد؟ 63. اگر زنده هست در دنیا که ما همکاری میکنه، پس بگیم که حضرت محمد صلی فعلا شکر الحمدلله 1432 سال است. میگیم از این خاطر ما عقیده که است چی است؟ تعادل است. در چی؟ در اعتقادات. نه به پیغمبر بیادبی میکنه مثل یهودواره که بیادبی ها کردن کافر شدن، و نه پیغمبر از مقام بندگیش میکشیمش مثل نصارا. از این خاطر میگیم که غیر المغضوب علیهم، سر یهودا چرا غضب خدا نازل شد؟ بیادبی کردن. سر یهود و سر نصارا چرا غضب دالین چرا گفته شدن؟ اینا چی کردن؟ پیغمبر از حد عادیش کشیدن بردن شاین، گفتن عیسی علیه السلام بچه خدا در پالوی خدا شیشته، حال فعلا که پدر خود در مچم فلان شیشته. اینی گپا رو میده. ما و شما میگیم که ما با پیغمبرها با شهدا با صالحین احترام داریم، رتبهشون از رتبه ما کده بلندتر است. ما خرزابطا هستیم، اونا جنرالا هستن. صحیح است؟ اما کل ما مخلوق هستیم. کل ما چی هستیم؟ مخلوق هستیم. صفات خالق و مخلوق نمیتیم و صفات مخلوق و خالق نمیتیم. از این خاطر عقیده خدا حفظ میکنیم. و السلام علیکم.